آقا من اینو پیدا کردم. همین امروز چندمه؟ خیلی خوب برخورد کرد. بریم شورتامون رو برداریم. توپ بیارم. باور گفش. یک کیف دارم ناموسا اینقدر. من مایای من یه آب بگیری تمیز میشه. شورت عادی. شورت عادی؟ آره. خب اون که باید بیاریم. اون چند تا میاریم. من مثلا می‌خواستم 2 تا بیارم پشت رو. سوس. یه سوس پیدا کردم. سوس. من اونقدر با وضو نه میخواستم نه واسه میخوام ببینم پیگیرشم. برنامه ریزی برای چی میکنیم؟ میریم اونجا هرچی بود میخوریم دیگه. حالا دیگه مهمترین چیز این بود که جا بگیریم. بریم مسیجم بریم این اسکل چیکار کرده؟ کله رو کی زدی؟ پلش خفه شو. کله رو کی زدی؟ این پلش خب الان کرجیم بلیط گرفته تهران. یعنی الان میریم تهران. زندگی وایسا همه راه رو میخواد برگرده. زندگی در شرایط سخت لاشی. چی آوردی؟ خفه شما لپتاپ دارم. من لپتاپ آوردم. خب بگو میگفتی من نمی آوردم دیگه. ضبط داری میکنی؟ کجاست؟ Your brother's on the phone. Your brother's calling you. Your brother's on the phone. وای روحمونه گایید. چیز بدی نمیگفتا ولی روحم گاییده شده بعد. چقدر ساعت چنده وایسا نگاه کنم. کسخل داری سلفی میگیری برای یوتیوب باید کج بگیری. پس بیا. آره. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ben giderken. حالا تو روحت گاییده نشده بود؟ هر طرف امینم گذاشتی؟ روحم کفشامونو بیا عوض کنیم. بابا خواستم برداشتی اصطلاح انگلیسی هستن برداشتی. خفه کسخل خواستم اون دیگه گفتی. خواستم صحبت نکنه آهنگ رو گذاشتم بابا. داداش آهنگو گذاشتی هیچی برداشتی برای طرف داره توضیح میدی. این داره میگه نمیدونم کفشمو تو پام نباید بکنی. نمیدونم بابا بازی تازه داره هارد میشه. من موتورم قوی تو آرد میچر باید شاشی تو کتونی فیک تیشرتت نمیترسونی باریش. کوله رو انداختم ماج انگار یکی داره هولم میده. بعد اینجا یکم ارتفاع داره اینجوری داری میری انگار مثلا یکم اینجوری میخواد بندازت پایین. شاید فکر کنید ما الان خیلی آدمی ولی نه. آقا این کیف میفای امینه، اون کیف امینه، این کیف منه، اون خود امینه. آقا ببین به خدا قسم هم وزنن. امین و این به خدا قسم هم وزنن. خب اینجا رفیقمون که پاش دراز بود دیگه نیست. همه هم رضا بلند کرد برد کیفا رو. من فقط یه دونه موینی پور دستم. بیا ازت میگیرم اونجا نگاه نکن. الان شیرین نیم ساعت منتظرم امین از دستشویی بیاد. اونجا وسیله‌مون گذاشتم. تا الان اگه کرده بودنش هم باید میومد. نگران شدم. بلیط هم گرفتیم. بلیط هم گرفتیم و همون بر گرفتیم. بریم که اتوبوس رو پیدا کنیم. اتوبوس رو پیدا نمی‌کنم. چرا نمیدی به من؟ نه چرا نمیدی به من؟ تو خودت گم میکنی. چرا؟ من چیامو گم کردم؟ خودت گم نمیکنی. چی تو گم نکردی؟ من diyen ne yalan Gülle çeşoyam diyen ne yalan Vidus nelayan eymi yalan Mecule seyed المدام ne yalan بالاخره رسیدیم. حاجی یه پا بزنی گرد میشن دیدی؟ بعد نمیرم. ای پرید لاشی. صاحب می‌خواستی بگیری؟ نه تا الان داشت یه جور راه میرفت کونش تکون میداد باحال بود. خواستم از اون بگیرم. آرم نکن این کیفو میذارم شیرین 10 کیلو 20 کیلو 25 کیلو کم کم هستن. داریم میریم دیگه. تقریبا رسیدیم. از همینجا شناش معلومه. رضا داره دیده میشه. چند وقت دریا نرفتم. قرن‌هاست. حاجی من فکر کنم 6-7 سال دریا نرفتم. Bekirem انگار کش میاد. در بیاد. انگار کش میاد. از دور فکر کردم صندلیه رضا. خب تراکتور که بود ولی خب حرکت آخه کجاش این
نصف تراکتور هم حساب نمیشه. آره شاید مثلا توری میندازه آشغالای ساحل جمع میکنه. ما الان رسیدیم بندرنزلی ساعت 5 صبح و هتل و کلا جایی که گرفتیم 2 ظهر باید بریم تحویلش بگیریم و از 5 صبح تا 2 ظهر نمیدونیم چیکار کنیم. تو نظری داری؟ این ویلایی که میبینین شاید فکر کنین ویلای ماست ولی نیست. ولی عجب ویلایی، اینا کن تراس و نگاه ویو رو به دریا، یعنی دمش کم هر کی بوده عجب چیزی ساخته. اونم میخواد بسازی هیچ چی دیگه. رضا ول کردم به امون خودش. اومدم باشه خفه شو مرض. اومدم دارم میام. داشتی رو نگاه کن. نوشته خطر سگ گرفتگی. خطر منه. یه رو 20 دقیقه دیگه این کوله پشتم باشه سرت میاد. شفاون نشستم. کاش میشستیم میرفتیم ماشین مصطفی رو میگرفتیم. بابا ما دور جون ابوالفضل ماشین مصطفی تا اینجا مگه میومد؟ دهن سرویس نظرآباد بیرون نرفته خاموش میکرد ابوالفضل. ماشین مصطفی خیلی خوبه ولی ماشین مصطفی همون ماشین مشتی ممدلی نبوغدار نصندلی همونه قشنگ دقیقاً منظورش همونه. بعد میگه با اون میومدیم علی میشد واسه هیچ بهتر بود. الان پیاده ای حداقل تا نصف راه میبرد بعدش جلسه بود. ولی اینجا که رفتیم سگ پر نمیزد رضا. درد و نفرین بر سفر با اونی که ویلای قشنگی بهتون نشون کردین اون سوی تماس نبود. خب اینم نیست، یکی دیگه سلام بهتون نشون. اینجاست. ببین ما تو ماشین بودیم، من خودم پاره کردم گفتم ای ما صبح زود میرسیم بریم طرف دریا اینجا بعد میریم. نه ما یه عالمه وسیله داریم دستمون پاره میشیم بریم دریا. من باشه خب بریم یه جای دیگه. الان تو راه دریاییم. خب بالاخره یه صندلی پیدا کردیم. البته همش رو به ساختمونه، این یکی رو به منظره است. رضا یه ذره بذار بکشمش عقب. به نظر میره عقب؟ بلند شو. میکشه. رضا چرا من میبینم کشی نزدیکتر، فیلم میگیرم کشی دورتر به نظر میرسه؟ مشی ترین چیز اون بره آنها کنین. صندلی ها رو میبینین؟ من خودم نمیبینم، شما شوری میبینید. صندلی هنوز که البته 100 بار نشون دادی ندیدم. کوری مگه چی ندیدی؟ من خودم نمیبینم، شما شوری میبینید. انگشتم به اون صندلیه. نگاه کنید بچه‌ها، یه دونه اون صندلیه، یه دونه اون صندلیه. این سومیه که میبینم انقدر راحت لش کرده. اینجا رو باخ، منو باخ. ولی حاجی اینجا پشماشی زیاد داره، هر کدوم دیدن داشتن خودشون اینجوری میخوابوندن. یه دونه سیاه هم از اون ور داره میاد. بله سیاهه داره این یکی رو نگاه میکنه. اینجا داریم که آرزا آدرس احمق‌ترین انسان روی زمین رو به من بگو. شما بر میکنه که مثلا حواسم نیست. نگاه نگاه کرد. دنبال چی برادر؟ مزاحمشون نشون. برو پسر. بله یکی گربه بالاخره اون یکی رو دید. خب میخواد بره غافلگیرش کنه، نشنگیری میکنه. اون یکی هم حواسش نیست، یهو میپره روش. نپری دیگه. من 3 دقیقه سرم ازشون فیلم میگیرم. او این یکی فهمید ما اینجا داریم به سمت ما. ایا پیشته شخه جاتون عوض کردین؟ سلام چه خوشگله. نرو آقا ما الان خودمون نمیدونیم واقعا کجا هستیم. من فقط روی اسنپ یه دیدم دریا داره زدم اونجا حاجی. ولی فکر کنم اینجا میگرفتیم خیلی بهتر بود. یعنی رفتیم توی یه جایی گرفتیم همین، خب مثلا انگار سگ پر نمیزنه که هیچی، اصلا هیچی نیست. بغل اون پمپ بنزینه، شبیه این فیلمای هالیوودی آخر زمان پس. ولی این یکی دریاش بیشتر بده 100%. حاجی لوکیشن یاد باشه رضا دفعه بعد اومدیم اشتباه نگیر. تکنولوژی سیکیم خیاری همینجوری زدم. الان 4 تا جا رفتیم. دریا شهر هم رفتیم. یاد نمیاد کدوم به کدوم. نه مثلا شاید با 300 400 متر
300 400 اختلاف. نقطه زن باشه. ببین ولی مثلا میزدم جا خوب در میومد، اینم جای خوب در اومد. هدفمند هوای نقطه زن باشه. بعد آجی ببین ما ساعت 5 صبح رسیدیم بندر انزلی. میبینی وسیله هنوز دست منه. 2 خونه رو میخوام بهمون تحویل بدم و یه گایده شدیم دیگه، یه جورایی هم عادت کردم. الان این دیگه رو کولم نباشه احساس ناراحتی. ماها یه کوله رو دوشمونه اینجوری بگاه میریم بعد وقت حلزون خونهش باشه چه جونی از اون راستی و الان با حلزون لاک پشت همزاد پیدایی حق داره. داشت تو خونت رو کولت باشه همون سرعت کیلو زیاد هم اصلا نمیتونی راه بری میمیری زیرش. نه نزدیک حالا کافیه. بیا رضا خیسه. کی دارم میگیرم دیگه. بیا خیلی ها خوبه بی فرهنگ خرابشون نکن. بیا بریم. حس باحالی داره شروع می‌کنه. یک عدد اسب حاجی یه جا بگه قطر این کم باشه بپریم اون بر. من حال ندارم همه روز خونه رو دور بزنم. باید اصلا دور بزنم چه چطور میخواد بریم اون بر نمیفهم. سلام ما از این بر میریم بیزم. آره کارش نداشته باشی کار در رضا نگران نباش. لگد مگدم نمیزنه و اینجا رضا همه میرسی گربه ها میتونن از آب دریام بخورن؟ جدی میگم هیچیشون نمیشه، قابلیتش داره. حاجی همین امینو میبینید قیافشو میبینی برای چی مشکل داره با من الان؟ این کابلشو انداختم تو جو، بعد پاوربانکش هم انداختم برعکس گذاشتیم. خوش رو ببینیم چی میشه. سلام بچه‌ها، خونه است. این تلویزیونشه، این ساعتشه. من این ور خوابیدم، رضا اون ور خوابید. اون ورم دریاست. نکن این تخته همین دقیقه بگیر نفال. این تخته نکن یواش. قرار شد توش چیا داری؟ نمره بدیم به کسی که چیز بهتری برده. آقا برای مسافرت الکل لازم. الکل؟ و ماژیک. این خوش بعدا میخوام شرکت روش بزنم. سلام ماژیک. بام زمینی برای مزه. بام زمینی؟ حالا باز کن. نمیشه داریمش. لپتاپ آوردم. خیلی قدیمی یه لپتاپ بعدی. شیرین مال 25 سال پیشه. شیرین. خب ببردم. گفتم باشه. هیچ هم وا نمیکنه. نمیدونم چرا. مثلا گفتم که ای کیفم 2 کیلو سبک اینم بیاری. نه هودی آوردم. هودی آوردی؟ دسته آوردم. دسته آوردی؟ دسته بازیه. یه نه اینو آوردم. این شارژر رو برکه‌ای پوستش رفت. یه پتوه. یه بغل زیر پیرن و شلوار و شورته. یعنی چیز دیگه نریم. همین. یعنی توی معیارهای من چیز خیلی خاصی نبود بخوایم نمره بگیریم. تهش 2 تا سپاهی آوردم. این چیز خاصی نیست که بگی وای جلوشم پرت و پرته. پاوربانک و هدفون و نمیدونم یه میکروفون که فقط آوردیم خیلی منطقیه که اصلا میکروفون آوردیم استفاده نمی‌کنیم. همین جلوش هم واکن. حاجی یه ادامه شارژر لپتاپه. جورا این چی؟ نمیدونم میشه خورد. شکلات آوردی؟ یعنی نکات خیلی مثبتی من نداشتم. بریم سراغ امین. این وسیله آقا رضاست. اول وسیله آقا رضا رو نشون بدین. غیر لباساش فقط همین آورده. یک گوشی سوم محض ایتونن، یک گوشی قبلی شکست. آره دیگه. یه دونه اون، یه دونه این، یه دونه اون. این انگشتی برای بازی ایپاد و یک گردنبند که برای منم نیست. کلی کردی؟ نه چی نمیدونم شاید. این برام کسب زخم و کارت و چرا کارت مارت داری؟ این چیزاست. خیلی کارت آوردم بخدا. چرا خب؟ اصلا نمیدونم چی هست کارتا.
چرا پس کارتا دست تو همین؟ چرا دست من کارتی نیست؟ کارت خفه شو. تو خودتو جا میذاری به تو دست کارت بدم؟ من چطوری اومدم؟ کارتی آوردم؟ به زور اومد. نه این هیچی نیورده با خودش. یعنی اگه این الان تو این سفر منو گم کنه اینجا گوشیگی میمیره. یعنی اینجا منو گم کنه به گای سگ رفته. خب اینم کیف لپتاپ منه. یه کولپد داریم اینجا. خود لپتاپ. تفاوت یه چیز معمولیه. لپتاپ. حالا شیرین 25 سال پیش. تا الان که بکنم امتیازی با من یکیه. کابل محض اطمینان که اگه کابل قبلی پاره شد یه کابلم که من انداختم تو جوب. اونی که غیر از این که انداختی تو جوب من چون من میدونستم یه ذره بل نسبت سرزا واسه همین سعی کردم از هر چیزی که داشته دوتا آوردم. همین قبل از حتی گوشی دوتا آوردم. خب که مثلا الان چجوری بهتون بگم نرسیده بخونه داد به علاوه پاور بانکو. خب همون نرسیم بخونی جفتش افتاد تو جوب. نشون میده که من چقدر طرفمو میشناسم. اینجا یعنی کجا؟ اینجا. آره حالا تمیزش کردیم ولی بول لجن نشده هنوز. تمیز نشده اصلا. شده ولی خیلی کم. نگاه این کار نو بود بچه‌ها. افتاد تو لجن. این رنگ بالاش نشون میده رنگ پایینشو. این نو بود. پاوربانک هم که همینجوری دیگه. پاوربانک مشکی بود زیاد معلومه کسی میشه. خب آره و خودش پاوربانک داشت تا پاوربانک منو ببرد. آها این چیه؟ عجیبه بردم. آها یه چی دیگه من تو بردی؟ بله